آقای معرشیم. آقای معرشی چندین بار تشریف آورد شانشین، همشام هم خدمت هستیم. گو اخوام یه صحبتایی بکنم با مخاطبا. آقای معرشی در خدمتتیم، نظرت به مو بگو. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام همشهری‌های عزیزم، شوشتری‌های بزرگوار که اهل کباب هستن، اون کباب خوراش اعلام حضور کنن. ما حقیقتش برای سومین بار امسال در خدمت آقای غضنفرپور هستیم. میایم اینجا و از گوره شیری، گوشت‌های تازه حقیقتش استفاده میکنیم و این نظر ما رو جلب کرده که مجدد هم بتونیم تو این فضا حضور داشته باشیم و از خوردن این گوشت‌های تازه و برای شیری لذت دوچندان ببریم. با تشکر از مدیریت این برنامه که این کاری که واقعا من میتونم بگم اولین باره در شوشتر و گتفن اجرا شده. حالا داشتیم کسایی که گوشت بره رو به صورت کیلویی بفروشن، ولی به صورت کبابی نداریم تو شوشتر و گتفند و عقیلی که من به نوبه خودم ازشون تشکر میکنم و مرحبا بهشون میگم. در خدمتونم.